ماینکرافت ولی آموزش فرار. خب ما نادیده میگیریم. کجای ما الان؟ آموزش فرار از دست دوش. ما تو این ویدیو میخوایم یاد بگیریم وقتی چند نفر دنبالمونن چی کار کنیم که از دستشون در بریم. حالا من یه چند نفر میذارم دنبالم بیان، بعدش ویدیو رو برای شما میذارم. خب این ویدیو شروع میشه چون که یه اسکلتی ما حمله کرده همینجور داره مثل خر به ما تیر میزنه. خب الان شما بیان یه بلاک جلو، 3 تا بلاک، چند تا بلاک میکنید میرید پایین و میرید تو بلاک. وای 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 توش چه نمیری نوب سک. بیا اینجا یه بلاک بذار بالا سرت و میتونی اینجا بمونی. حالا مجبور نیستی اینجا بمونی، وقتی که موندی اینجا میتونی زیر پاده بکنی بری بالا یا چند تا خاک بکنی و اینجا رو برای خودتون بزرگتر کنید. حالا وقتی بزرگتر کردید دیگه کله رو وا میکنید و راحت میرید بالا، چون که اون یه ذره ازتون فاصله گرفته. حالا صبر کنید ما بریم بالا براتون توضیح میدم. ای پوزش دیگول منو ول نمیکنه. تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدار یا بالفوز. ما مردیم ولی شما لایک و سابسکرایب کنید.